سلام علیکم، چطوری؟ امروز اومدیم با یه بازی خیلی خفنه. اسمش چیه؟ Next part survival multiplayer. ما یه مشکل این وسط داریم. بفرمایید. بیا از تو بازی میکروفون رو باز کن. بیا من ادیت میکنم بعدا بهت میدم. بیا داداش باگ شد میکروفون باز کردم. الو. آره نمیشه میتونی نمیشه. ما خواهم یک من زنم میاد تو تو بازی. آره آره. میاد. بازی. آقا یه الحمدلله بسم الله. روحای روحای عزیزم یا علی متعالی. متعالی. به سوی پیش بپره. من نمیدونم. آقا یه طرفی بگردیم. ما الان خودمون یه پولشویی داریم. آقا من یه دونه چیز پیدا کردم. یه دونه پریز چیه نمیدونم. پیروزه. در عرض ربع ساعت هم کمتر این بازی تموم میشه. داشت در از 5 دقیقه بازی قبلی تمام شد. چه قراره که من توی این بازی قدرم گنده دوست دارم. صداقت. وای آره. چقدر سرعتتون زیاده. نه رو گم کردم. ولی من یه فیوز دارم برم بزنم اگه موقع حداقل فیوزه جواب بده. یه فیوز داشته باشی ببینیم چی میشه. یوزی میافته دست اون کسی که زنده. آه اوکیه. فقط هر چی داشتی میافته دست اون. به جز سراغ قوه و اون چیزایی که داری، یعنی گان و این چیزا مال خودتن فقط. آقا یه فیوز مثل دیگه هم همین پیدا گل بنفشه که من دو دارمش تا فقط مال خود. آقا من 2 تا فیوز دوباره پیدا کردم. اوکی. دریاچه رو گشت کشیدی؟ دریاچه یه خونه هم دریاچه اون گشتم. دریاچه هم آره گشتم. دریاچه کوچولو هم گشتم. تو اونجا بود اصلا شما نرسیدین سمتش. خب کم شد. ببین یا بیسمنت یا کم. دو تایی دیگه. چی داری میدوی؟ تولای خره به خدا تولای خره اینجور میدوه. آه بابا الفاظ خشی. میخوام سریعتر بازی تموم شه. حاجی تازه 2 دقیقه شده که داخل اینجا 3 دقیقه شده. بازی تموم میشه. خب منم دارم میگیرم حیوان. دارم فیوز میخوام. نه 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 چرا فیوز نیست؟ کدام میاد؟ قشنگ بالاتر ما حالی. میدونم. پپسی. مریضه، سینه مریضه. بابا هیچی اینجا نیست، بذار یه خونه لعنتی بیرون. میگم خونه 2 طبقه رو گشتین، همون که یه طبقه پایین داره یکی بالا. من دارم میرم سمت. خب پس همونجاست فیوزه. بابا اینا چی دنبال منه؟ خدا رو شکر. تمام اینا دنبال یا سینان یا اون. گو خورد. گو خورد. وای کی فیوز گذاشت؟ بابا یه دونه نشم بذارین من بردارم. چقدر اینا لوت کردن یه خدایا. دونه هم هنو پیدا نکردم. یه پیروز جامپ اسکر شدم به قرآن. چه سمی بود. یه اومد تو صورتم. شانس آوردم نمورد. وای داره میاد تو صورت. حاجی اگرم فیوز دیدیم نذاریم تا همه بریم داخل خونه بعدم فیوز بذاریم. فیوز یس. بالاخره یکیش مال من شد. میگن یکی آقا دیگه یارو داره مونده. میاد تو صورتم.
چند تا فیوز داریم؟ الان 3 تا رو داریم با مولوتوف 3 تا. خب برو خونه من دارم میام. یه پپسی بزنیم بیرون سری سمت خونه. حاجی کلا شد 5 دقیقه. حاجی کلا یکی آقا الان یکی تولایی داره، 2 تا هم داخل خونه است. یکی دیگه باید یه فیوز دیگه پیدا بشه. داداش تموم 3 تا داره. داداش دست سینا نیست. اینا هم 3 تا داره. تموم شد باز. 2 تا همه بیان خونه فیوزا رو بزن. مونگول نه. 2 تا داخل خونه با اون یکی دست توی میشه 3 تا. یعنی یه دونه دیگه مونده؟ بله. خب من برم بگم. تولایی نور آبی تو نیاز دارم. تولایی نور بنفشه نه آبی. همون نیاز دارم. الان سینا همون ایران دیگه میگه بگو یو ای بی. یووی تولایی همه تو دنبال من. تولایی کمک. چیکارت کنم خب کجایی تو؟ نه، یه خیلی بدم یه خیلی سرعت زیاده. این وحشتناک سرعت. برو گم شو. من خودم نور بنفشه من نیاز دارم. کار نمیکنه. وای خونه ها رو گشتین کامل؟ یه خونه یه مونده. جایی نمونده. کدوم خونه مونده؟ خونه اون گوشه ایه؟ دقیقا. وای من یارو دارم داره میاد صورت. میگم سینا مریضه، میره داخل خونه ها درها باز میبندشون. که ما فکر کنیم مثلا اونجا گشته نشد. خدا لعنت. برام مرد. خدا بیامرزتش. مرد خوبی بود. احمد مرد خوب. یه دونه فیوز پیدا نمی‌کنه این بچه. سینا پیداش کرد. برید داخل خونه. سینا مال منه. اسمتون رو اینجور تگ میکنم. سینا مال منه. What the fuck؟ سرعتی ها پشت سر من. زهرمار بدو تولایی بدو. رسیدم. سینا داداش برو داخل. بیا بدو سلام علیکم. بذار اینا رو.